سلام رفقا، چطورین؟ کامران هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیوی دیگه از چنل آپارات و یوتیوب من. دوستان امروز با هم دیگه اومدیم ادامه شمشه طلایی بازی رو که پارت 2 باشه رو براتون مکانش رو نشون بدم و اینکه با هم بتونیم شمشه طلایی بیشتری توی بازی ردمشن 2 به دست بیاریم که مکانش رو بهتون میگم، حتی مپایی که برای که پیداشون کنیم من بهتون میگم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لطفا چنل منو دنبال کنید و اون زنگ بغلم بزنید و بدونش معطلی دیگه بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب برای ادامه شمشه طلاهامون، یعنی شمشه طلای اول در این پارت، کافی که خونه بریتویت بیاید دقیقا در پایین شهر روز، دقیقا در همین مکان تو این خونه که شما در چپتر سوم، یعنی تقریبا همون محلی آخر سوزوندین، کافی اینجوری بیاید و از سمت این خرابات رد شید و میبینید که این پایین یه دونه چست هستش. هر موقع نزدیک میشید یه گزینه نزدیکی مربع اینا براتون ظاهر میشه. کافی اینسپکت کنید و شمشه طلا رو از روش بردارید. یه شمشه طلا همین الان به دست آوردیم. بریم سراغ شمشه طلای بعدی. خب برای به دست آوردن شمشه طلای بعدی کافیه که شما با جان مارستون بیایید در همین مکان، دقیقا در پایین شهر تاموید، دقیقا به لایف واتر رو که رد کنید، آرمادیلو و تاموید، اینجا شما میبینید که یه مرده رو آویزون کردن و مرده. کافیه که شما برید سمتش و یه تیر بزنید و بیفته پایین. بعد ببین لوتش کنید و اون نامه یا مپ گنج رو بردارید. دقیقا اون مپه در این قسمت یه بار دیگه بهتون نشون میدم، دقیقا در پایین شهر آرماندیلو داره نشون میده، دقیقا در بالا این دریاچه سان لوئیس. کافیه که به این قسمت از نقشه بیاین و اینجا سرچ کنید. یه مپ دیگه هم بهمون داد که میریم نگاش کنیم. یه مپ شبیه تریل قطاره، این چیزی. برای پیدا کردن نقشه سوم کافیه به این مکان بیاین، دقیقا در پایین شهر تامبلید و در اینجا شما که باید راه برید به این شبیه ترین قطاره رو یه سرچ باید پیدا کنید. اینجا سرچ رو میزنید و مپ سوم برمیدارید. مپ سوم دقیقا شبیه کلیسا مانند اشاره میکنه، یه جور صلیب. خب برای به دست آوردن شمشه طلا هم کافی به این قسمت در پایین شهر آرماندیلو که یه جور کلیسا مانند یا همون قبر ماننده بیاید و این شمشه طلا رو بردارید. دقیقا زیر همین سنگ هست. خودش بیاد نزدیکش بشید براتون یه گزینه میارم. همونطور که میبینید علاوه بر شمشه طلا چیزهای دیگه هم بهمون داد. یه گلد بار بهمون داد که همون شمشه طلا میشه و چند ترینکت هم بهمون داد. این هم از این شمشه طلا. بریم سراغ شمشه طلای بعدی. تقریبا ما همه شمشه طلای بازی رو تو این پارت دوم که با پارت اول یکی میشه به دست آوردیم. فقط یه دونه شمشه طلا یا دو تا شمشه طلا میمونه که اون یه دونه شانسیه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که در همین مکان دقیقاً در پایین شهر سنده نیست، در این مکان یه کلبه کوچیکه. وقتی شما این کلبه کوچیک میرید میبینید که یه زن رو زندانی کردن و شما باید اون زن رو به اصطلاح نجات بدید و دو تا زندانی هم میبینید که این بغلا افتادن مردن. اگه مرده بودین که کاری نداره، فقط باید لوتشون کنی. اگه نمرده بودن باید به زنجیر باشون شلیک کنی و خودشون بهتون میده اون
نامه یا همون مپ گنج. یکی هم تو این پایین روز اگه باشه اینجا هم بدون باشه، یعنی غیر از این دو تا حالت دیگه نیست. بعد از اینکه مپ بهتون داد خوش بده تقریبا مشخص میکنه کجا باید برید. خب دوستان اینم از پایان ویدیوی ما دیگه تمام شده. طلای بازی رو هم به دست آوردیم. امیدوارم گیم ویدیو لذت برده باشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.